این مادر عزیزمان شوهرش با این دو تا طفلکش نیمه کرده دنبال یک دختر 17 ساله و 18 ساله که چهره زیبا داشته رفته است. با این دو طفل این را در کوچه گذاشته است. به خاطر چی؟ به خاطر که چهره اپا زیبا نیست و بیمار است. 500 تومان نفقه بگیرم و 500 تومان نفقه اینو میارم و میخورم میشم. او دیده تصاویر فرده من فقط میگویی تا حیات برای سوزونی نمیدونم حیاتی برای من چی سوزونم و امین نموندن این رو. دوستان عزیز، سرپرست برنامه ما شرکت راهی نجات با حجامه، سوزن درمانی، گیاه درمانی، مساج درمانی، حتی کستفرف در شهر دوشنبه پیش بازار مهرگان ساعت 9 سحر تا 8 بیگاه مرحمت کرده. بیاین روز عکس رفته سه دوستان عزیز. در عکس چی داخل می شود؟ در نرخ 150 سومانی فیتا باشکه که از دیگران در چی فرقیت دارد. 16 نمود گیاهایی هست در داخلش ایمله از آوردگی هستیم برای تمام شمال زدگی بدن شما و خنک زدگیتون رو کشیده از بدنتون میگیرد و این داخل می شود. دوم مساج داخل می شود و حجامه همه با نرخ 150 سومانی. باز برای معلومات که جایی که نمیفهمین این رقم ها در این نوار مراجعت بکنین. هر چیز زودتر برای خودتون بهتره. دیر باز بود که در موضوع خیر ما دیگر نوار نکرده بودیم. اپایی که در نزد ما میبینید از ناحیه یاوان امروز به استودیو ما اومده است. بیا اول از زبان این اپا بفهمیم که در کدام مشکلات قرار دارد. چی اپا را وابسته کرده است که از ناحیه یاوان دو تا طفلکش گرفته به استودیو ما به شهر دوشنبه اومده است. خوب اپا جان. اول خدا آقا بکنیم. سلام علیکم و سلام. من از ناحیه یاوان اومدم به خاطر هم طفلکو خدا جراحی دارم. جراحی باید کنم. اول ایخنو بگیریم روی نفس وقتا بشه شبها خوب ندارم. فرزندم که باشه ایشکای سرش آروده لیچری که بیست نمیشه اینشالا خوبتر میشه. اون بچه دیگریم که باشه چرمنای دولینش پیشونش بلنده یا بردبان لیچری نمیشه. از سببی که شوهرم نیست رفت. کجا رفت شوهرتون؟ کجا رفت؟ شوهرم روزگار هر بهونه او میتونه از سرم سن پترزبورگ رفت همون تا بهونه تا اونور پریستون این یکی بود و دشکم بود هشوادی بود رمیزد روی رمیزد هشوادی بود دشکم خیلی تولد شد. بعد این یکی گفت فهمیدم که همینجا من پریستون اومده خونم اونم روحی نو اومدم ایرپورت دروغ می‌گفتم. اوکی؟ بهونه من از زمانی وشوکش فهمیدم که این یکی گفت شما نمی‌دهید. من در همون طلاق نمی‌دهید. 3 طلاق نمی‌دهید. شما را جواب داده بود؟ طرف همون وشوکش طلاق نمی‌دهید. و وشوکش قدیم جمع نیسته کم تا شوهری او را دیده باشه. یا همون طرف واقعا نیسته. اوکی؟ تو من این چیزا می‌کنم. زمان فردا داشتم. پدرشون پرتافته رفت. ایو را نگاه بین شکل میکنه با گردن گرفته با عقده گرفته است. نه تمام نه نه چی. علیمه نسپردینش علیمه چند در کل نیست برای که او یک جمع داشت. یک جمع داشت که وقتی تو کمشنم یا موتور میکردم 6 موقع خوندم. فقط همین جا خالص بود. در چی سوهای زندگی چگونه مرد باشند که زن میگیرن این خیلی پسرکو تولد میکنن و نیمه میکنن برای حالی که شما بیمار هستید ایست چشمتون ایست دو فرزندک در دوشتون در کجا زندگی دارین الان؟ من در ناحیه یاوان در خونه امتی پدر مادرم خونه شخصی هم ندارم ولی خونه های امتی سالهاش همینجا قرار داریم زندگی میکنیم خیلی خدا از رو مشکل میکنیم. خب خداوند مشکلتون رو اپا جان آسان کند. سبب برای اکرام برآمدنتون در چی هست؟ از مردم چی طلب دارین؟ از غریبا، از صاحبکارا، از سخاوتمندا هر کسی که باشه مبلغ جمع کنه همین میلیون امپیرات کنم روی همین نفس من خوشروش نمیخوام. همین روی نفس که پول کنم صاحب یک خونه کنم که این فرزند و سرپناه بودن
ما خطیه فرزند رو خوشحال زندگی کنیم مثلا و یک زن ضعیف و 500 سوم نفقه بگیرم و 500 سوم نفقه اینو میارم و میخورم میشم. شما نمیدونم یا مردی را در چی میبینن و امیدوارم که برادرها سرجم شده دستگیریتون میکنن، گریه نکنین اپا جون، همش خوب میشه و بخواست خداوند. برادرای عزیز بیاین سرجمانه بشویم، چند قدره که میتوانین سهم خود را بهر اپا جون ما بگذارین که طول چندین ماه میشود در شبکه‌های اجتماعی نوار کرده ایستاده است، دما مراجعت کرده. این روز خیلی نصیبی دیدار ما بود، اپا آمدن از نزدیک. فرزند دیگریشون اونجا شتگی است، عقلش نمیگیرد، بسیار چیزا نمیفهمد، او را باید جراحی بکنن. یعنی اپا خودش میگه که ما فقط همه بینیم روحی نفس کشیم کشوده شود برای ما بس، برای ما زیبایی دیگر چیز لازم نیست. یک کلبه داشته باشم که همین دو تا فرزندک ما بگیرم در همونجا نگاه کنم. صاحبکارای عزیز بیاین سرجمانه میشویم، برادران گرامی همه کسا سرجمانه میشویم، یا اپا دستگیری میکنیم. تا این وقت هر نفری را که ما روی نوار آوردگی هستیم ناامید نشده هستند، همش صاحب خانه شدن، صاحب جا شدن، بیمارشون توابت یافتن و امید دارم که سرجمانه شده با این مادر عزیز دستگیری میکنیم که به خانه و به در دو تفلک در دوشش بار شوهر پرتافته رفته است. اگه هر جا باشم و دوش نمیتونم، فقط میگم که حسب الله و نعم الوکیل و خدا حوالش میکنم. ای خدا هیچ کس درست نمیدونه. بله کلام میشن فرزندتون، امید دارم صاحبکاری نغز میشن و ما بسیار ما مردم یاد نمیتونن انشاءالله هم خیلی تربیه میتون. بله که فقط در خدمت خلق و وطن باشه فرزندانی من. زیق نشوین، خداوند رحیم و رحمان ای، برادران صاحبکار و مردم ما بسیار مردم دست به خیر ای، سرجمانه شده مادر عزیز دستگیری میکنیم. برادرای عزیز بیاین اول درجه حرکت کنیم که همه مادر عزیز خود را جراحی کند با پسرچه‌اش که او پسرچه‌اش هم عقلش هیچ چیز نمیگیرد، باید جراحی هرچی تعجیلا کنند. اول سرجمانه میشویم، دستگیری میکنیم مادر را، همین جراحیاش بکنند. بعدا امید دارم که دستگیری کرده یگان صاحبکار پیدا میشه در این بین که یگان خانه توفش میکند. از خود ناحیه یابان از صبح صادق برآمده عبید از 6 تن در همینجا به خاطر که سرجم شویم و دستگیریشون کنیم. فقط میخوام که همین دستگیری کنه صاحب یک خونه همین جراحی و بگذاره زنده‌دار میشه دیگه هیچی. و فقط جراحی و یک خونه بگیره بودن بعد توکل و الله و نفقه و خیلی بر زندگی فرزند و پیش میبرم. مادر جان 500 سومون نفقه میگیرد، با 500 سومون دو تا تفلک در گردنش، باز یک تاش بیمار، خودش بیمار، با همه روزگارشون گذرانده استن. همین هم در خانه عمک به خانه و به در، حتی پدر و مادرشان در همون خانه بوده است، به خانه و به در هستند. این سرجمانه بشیم، اپا دستگیری میکنیم. این همین کارت‌های خودشون هست، چند قدر که میتونید سهم خود را بگذارید در حق اپا دعا بکنید که خداوند باز بهترین زندگی را نصیبش کنه، خوشبخت شود و یک زندگی شایسته داشته باشه، با این تا فرزندکش زندگی کند. من امید دارم که یگان تا شما در نیمه راه نمیمونین اپا را،